بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تعلیم آواز دشتی برای مداحی. ناگفته نماند دشتی شاید 11 تا پرده باشه، ولی برای مداحی همه اینها لازم نیست. ما حد اقل از هر دستگاه میتونیم 4 تا، حد اکثر 8 تا پرده رو یاد بگیریم و پیاده کنیم. حالا در برنامه دشتی درآمد گوشه اوج، گوشه شور، گوشه غم‌انگیز و دشت ثانی و برنامه زیرش با بم شروع میکنیم. برنامه زیر اول ردیف خوانی برای مداحی، بعد در همون ردیف برای سینه زنی و آخرین برنامه ذکر مصیبت خوانی یا روزه خوانی، توسل در دستگاه دشتی برای مداحی. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. کلید قفل مشکل هاست عباس. درآمد دشتی همیشه شروع میکنیم. کلید قفل مشکل هاست عباس. به مردی شهره به مردی شهره در دنیاست عباس. به یکتایی ذات کبریایی مطیع خالق یکتاست عباس. تا اینجا درآمد دشتی بود. حالا گوشه اوج. ای دوست، همینو با شعر هم میتونیم اجرا کنیم. عنایت کنید. برای حفظ آیین پیامبر، شکوه روز عاشوراست عباس. به میدان شجاعت اشجع ناس، که غیرت قطره و دریاست عباس. فرود. مروت ریز خاره خان لطفش، فتوت صورت و معناست عباس. حالا خواننده اگر صداش رسا باشه میتونه همینجا، چون در یه حدی شروع کردیم، اینجا یه بیت زیرش هم بخونه. مثلا مروت
ریز خارم خان لطفش فتوت صورت و معناس عباس. حالا گوشه شور. حسین ابن علی را عبد صالح ولی بر ما سوا مولاس عباس. حالا این برنامه تحریر رو ما میتونیم اضافه تر هم استفاده کنیم، فقط در برنامه های ولادت خانی. در گوشه شور هستیم. گذشت از آب و چسب آبرو کرد، اگرچه ساقی و سکاس عباس. حالا بعضی مداح خواننده مذهبی از رفقا از بچه ها داریم که تحریر نداره صداش، یعنی به صورت ساده چه چه نمیتونه بزنه، البته تمرین کنه میتونه. حالا اینو به صورت ساده میخونم، همین گوشه شورو. حسین ابن علی را عبد صالح ولی بر ما سوا مولاس عباس. گذشت از آب و چسب آبرو کرد، اگرچه ساقی و سکاس عباس. فرود. گذشت از آب و کسب آبرو کرد، اگرچه ساقی و سکاس عباس. گوشه قبنجیز. بم زیر. بم یعنی پایین، زیر یعنی بالا. تحریر یعنی چه چه زدن، حریر یعنی لرزش صدا. بود بدر منیر هاشمیون که زیباتر ز هر زیباست عباس. قمنجیز مخصوصا هر چقدر زیر خونده بشه یعنی بالا بهتره. حالا زیرش اجرا میکنم. بود بدرم بود. حالا عنایت کن ببین خوب شد اینجا. من این برنامه بم انقدر بالاست که من نتونستم زیرشو اجرا کنم. خب بعضی ها که صداش خیلی زیره میتونن اجرا کنن. چیکار میکنیم؟ یه پله میایم پایین که من قمنجیزم خوب ادا کنم. عنایت کنید. این شروع ما بود. حالا میام پایین. این در آمد. گوشه اوج. یا
گوشه شور. حالا غم انگیز. بود بدر منیر هاشمیون. حالا خب ببین میتونیم ادا کنیم قشنگ. بود بدر منیر هاشمیون چه زیباتر ز هر زیباست عباس. حالا بدون تحریر میخونم. بود بدر منیر هاشمیون. این ساده ببین. چه زیباتر ز هر زیباست عباس. ولی تحریر اصلا زیبایی همین آوازه میتونیم تمرین کنیم و تحریرم بزنیم. خیلی ساده. یا جانم عباس بزن بر دامنش چنگی تمثل که در جود و سخا آغاز عباس. اینجا دیگه میاد برای دشتستانی. دشتستانی برنامه ای دل ای دلم هست، این هم عنایت کنید. بم اول بخونم. همین بم خوندن هم خودم رو استراحت میدم، هم این مستمعین، این جماعت رو استراحت میده. ای دل ای دل ای دل ای دل بزن بر دامنش چنگ تمثل که در جود و سخا آغاز عباس. که در جود و سخا آغاز عباس. قربون اسمت برم یا ابوالفضل. ببین اصلا فشار نیست. خواننده نباید به خودش فشار بیاره، صدا رو آزاد از حنجره بیرون بیاره. این خودش 1-2 ساعت برنامه است، آدم توضیح بده راحت. جلو آینه وایستا، به خودت نگاه کن، بالا بخون، زیر زیر بخون، انگار چه با خودت حرف میزنی. فشار نباید بیاد. اگر از ارمنی پرسی بگویم جمالم حضرت عیسی صفاست. اگر از ارمنی پرسی بگویم جمالم حضرت عیسی عباس. بود چشم امید خلق سویش. یکی از تکنیک های دشتستانی اینه. ببین بود چشم امید خلق سویش چه بر خلق خدا والاست عباس.
که بر خلق خدا والاست عباس. حالا اینجا ما اگه بتونیم دیگه مرثیه روزه، چون در تهران هستیم ما، حالا آماده شد مجلس برای روزه خونی، برای مرثیه چی میخوای بخونی؟ مثلا امام حسین سر خونین برادر رو روزانو گذاشت، صورت به صورت عباس. صدا زد برادر دیده بکشش طبیبت سر بالین آمد، دیده بکشش حسین با دل غمگین آمد. عزیز دلم دیده برم منه سیده به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر دیده. همه بگید یا حسین جان، حسین جان. ببین با اینکه من بلند میخونم ولی به خودم فشار نمیارم. حالا اینو میتونیم ادامه بدیم. ضمناً اگر ادامه داشت مجلس ما میتونیم آهنگو عوض کنیم، یه آهنگی انتخاب کنیم که بعد این دشتی، چون دشتی شور عربی اینا تقریبا میتونه آدم با هم بخونه، مرکب خوانی کنه. ما میتونیم بعد این یه جا ببریم که مجلس داغ‌ترم بشه. مثلا میتونیم ببریم شور عربی، مثلا عباس امیدوار آمدم اندر کنار تو، گردم چه سن به خیمه قد من کمان شده. اینجا میتونیم ببریم. حالا ادامه. خب حالا دوستان آذر زبان هم از این سیدی‌ها که جناب نوریان اینا رو پخش میکنه و ضبط میکنه خیلی هم زحمت میکشن واقعا، زنده باشن، در اختیار مده ها میذارن. حالا برادران آذری زبان از همینجا ما میتونیم با همین دشت ثانی چیکار کنیم؟ مرثیه ترکی رو ادامه میدیم. مثلا aldım sesimi kıyme dair hala kaldım ay kardeş, aineyi ümidimi evvel yere saldım, kalbimi soraya tirgem etti yara geldim, söz perdeli kaldı demedim kızlara geldim ay kardeş. Ucadan deyin ya Hüseyin. حالا دو سه برنامه، دو سه بیت، دو سه رباعی مثلا یا مخمس خوندیم، حتما مستمع خسته میشه. ما باید اگر ادامه داشت مدرسه ما باید عوض کنیم آهنگو، بالا پایین، دیکلمه، نثر، صحبت. و بهترین برنامهش اینه ما همینجا که داشتیم میخوندیم میتونیم یه دعا کنیم با حرف زدن، یعنی دیکلمه. خدایا به حرمت حضرت عباس به همه مریضانمون شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. خب الهی آمین. میتونیم بیایم پایین. ببین ابوالفیض من دمیرم
مشروب دلدر جدایش. به این میگم وزن اخشاما. ما تو مرکب خانی باید اینا را پیاده کنیم. من دمرم وزن اخشاما شاید ایراد بگیرن، درس حلیقه اخشاما. اخشاما همون بیاتی ها رو ما میگیم، ولی چون اون بیاتی ها رو در این آهنگ در این سبک میخونیم، اینو ما اسم گذاشتیم که یعنی خواننده ها بدونن که مجلس طولانی شد باید ببرن این آهنگ رو عوض کنن، مردم خسته نشه. من دمرم مشروب دلدر جدای، من دمرم رو گیم ağlar جدای ددم oğlu. Ah kolun yok di tekiye elət sinime, düşmən baxır yavaş yavaş dur gedəyə, yaralı qardaşım eyvay. خب اینم ادامه مرثیه در دشتی که بردیم به شور عربی و به سبک اخشاما. آهنگ عوض کردیم. حالا در همون دشتی، چون کلاس ما دشتیه، ما یه سینه زنی یا زنجی زنی در دشتی من تقدیم میکنم که در این وزن خیلی اشعاری به فارسی هم سروده شده در این وزن، که این وزن خیلی به درد ما میخوره برای زنجی زنی و برای سینه زنی. عنایت کنید ما سعی میکنیم این برنامه های جوشی که بهش میگن سینه زنی بمزیر بخونیم، خیلی عالی میشه. یعنی در یه جای شروع میکنیم که زیرش هم بتونیم برسونیم. مثلا یه صلوات بلند خط بفرمایید. اگر yolunda bezledem cismiyle can Abbas, cismiyle can Abbas, aşıkların ahvalı ve aşıkların ahvalı ve eyler fagan Abbas, eyler fagan Abbas. حالا اینو خوندیم، ببین چقدر برای سینه حتی به سه ضرب خوب میاد. دسته به ما جواب داد، یعنی مردم به ما جواب داد. دوباره همین شاه بیتو میگیم، جواب میدن. حالا نگاه میکنیم به وقت مجلسمون، اگر دیدیم خوب جواب نمیدن، خوب یاد نگرفتن، 3 بار هم میگیم جواب گرفتیم. حالا جواب گرفتیم، عنایت کنید اولین برنامه درآمد دشتی رو من شروع کرده بودم، این هم در همون درآمده. اون تا چی؟ این سینه زنیه، این دیگه سرودشه، این نوحشه، این مایهشه. حالا هر چیز ها میکنیم. حالا میریم برای اوجش. 2-3 بار گفتیم بلند شدن برای سینه، میریم گوشه اوج. چطور که همونجا گوشه اوج رفته بودیم. اول جنونن عمرده محو خدا oldum. یه خورده توضیح بدم. ببین شابه چی دادم. ببین شروع. کلید قفل مشکل هاست Abbas, ای حق یولون دا بزلدم. این همون در آمده. رفتیم گوشه اوج برای حفظ آیین پیامبر. حالا اول gününden ömrüde mahv خدا oldum, reddeyleyip düşmanları gamden cüda oldum. Dine خدا ya eşkile آخر فدا oldun. درآمد فرود میام. düştün mina
toprağına gözlerdegan Abbas, gözlerdegan Abbas. Ey hak yolunda bezleden گفتی جواب گرفتی. حالا اینو به من باحال جواب بدین همتون. ای حق یolunda bezleden cismiyle canı حامی. ای حق yolunda bezleden bir daha. ey hak yolunda bez cismiyle can, cismiyle can Abbas, cismiyle can. به به عاشقların ahvalı ve ahval bir daha aşık ahval eyler fağan Ali eyler fağan Abbas, senden şehit olmaklığa fikr o khiyal oldu, fikr o khiyal oldu. Kollar ve hasmaneden ahir zaman oldu, ahir zaman oldu. Gördü seni Zahra'nın kargı malal oldu. Ey dost, gördü seni. بیت آخر رو یواش میخونیم، سینه زنا یواش بزنن، استراحت کنن تا برای جواب آماده بشن. دینم gördü seni Zahra anın garg malal oldu, garg malal oldu. Seslendi gel bu sineme ruhu revan Abbas, ruhu revan. اینجا دیگه افتاد تو برنامه ما، تو ردیف ما یه دونه بالا میخونیم، استراحت میدیم، جواب میگیریم. یا این برنامه یا کسی اگر زیر بمو نتونست اجرا کنه، همین برنامه که من خوندم اینجا نوشتیم در اختیار شما هم هست. اینا همه شاه بیت رو 2 بار 3 بار گفتیم، جواب گرفتیم. گوشه اوج رو میخونیم، گوشه اوج یعنی قشنگ سینه میزنن، میاریم دوباره جواب میگیریم، دوباره گوشه اوج جواب میگیریم تا هر چقدر این جماعت میخواد سینه بزنه یا زنجیر بزنه. بعد آخر سر یه مختصر توسل هم میکنیم. حالا میخوام توسل کنیم، مثلا میاندار دیگه حسین وای حسین وای حسین وای، یا مثلا ابوالفضل ابوالفضل. ما مثلا اینجوری شروع میکنیم که اینا خاموش بشن و ساکت بشن تا ما مرسی آخر رو شروع کنیم. با همین دشتستانی خیلی مناسبه، یا شور عربی تو برنامه درس ما هست. من demirəm ildirim tək şax bir ددم ol. کاملا شمرده آشکار، یعنی مستمع بدون تو چی گفتی. من demirəm ildirim tək şax bir ابوالفضل. من demirəm şemşir belə tax bir mən deyirəm məhəbbət gözdə olar. Aç gözümü, gözlərimə bax bir day qardaş, ucadan deyin ya Hüseyin. حالا میتونی ادامه بدی.
Ebulfeyz sen nece kardeşidun ben bilirem özgesi bilmez min bile alem ola aleme mislin dahi gelmez bir geldi ki kardeş ölümü büktü düzelmez vallahi ya Zehra ببین درست در همین برنامه که شاید نیم ساعت من دارم میخونم اول شروع کرده بودم در همون برنامه هم تمام میکنم پروانه سوخ شم فرو ماند و شب گذشت ای وای من ببین اصلا فشار نباید خواننده الان نیم ساعت من میخونم ای وای من چه قصه دل ناتمام ماند ای وای من چه قصه دل ناتمام ماند همون سینه زنی دشتی آذری به زبان آذری اینو ما گفتیم که یا باید زیر و بم بخونیم یا درآمد شابت در درآمد بعدن اون گوشه اوج رو اجرا کنیم بیاریم تحویل دسته بدیم تا اون زمانی که اینا میخوان سینه بزنن تموم شد ذکر مصیبت بخونیم حالا من دوتاشم اینجا اجرا میکنم براتون که کامل بشه ای حق yolunda bezleden cismiyle can Abbas cismiyle can Abbas aşıkların ahvalı ve eyler fagan Abbas eyler fagan Abbas اینو خونده بودیم حالا گوشه اوج düşme balam kolsuz yere اینو خونده بودیم البته این دنباله اون برنامه است ناقص نشه این حالا من اینم بخونم تا اون عیار دست شما بیاد ای دوست این گوشه اوج دشتی ماست حالا düşme balam golsuz yere soğlu yarın vardı yandım ebel fecz ismi de salim harun vardı sesle Hüseyin'i dadüme vay ne çarun vardı حالا تو گوشه اوج بودم میخوام بیام درآمد düştüm bela ya dehre Zeynep inan Abbas Zeynep inan bu karizari eşkide geçtin özünden sen geçtin özünden sen ruhsar be azmagan verdin gözünden sen verdin gözünden sen دومی رو ساده خوندم بدون تحریر زان verdin ama dönmedin آخر sözün
dönmedim, can verdin ama dönmedin. اینجا این سینه زنا رو استراحت میدیم تا در شابت به ما خوب بتونن جواب بدن. ما میخوایم جواب بگیریم. ببین اصول با اصول داره میره بالا و میاد پایین. Sesler adın aşıkların tavar cihan Abbas tavar cihan. عنایت کنید وقتی که با بودن اکو ما نباید فشار بیاریم. وقتی که بالا میریم بی خیال این صدا باید خیلی راحت از حنجره بیاد بیرون. عنایت کنید بعضیا مثلا اینجوری میکنن. قشنگ به من نگاه کنید به صورت من. زهرانان زهرانان اغلم سنه. اون اولی اگه 3 بیت من نمیتونم، آدم نمیتونه تا آخر برسونه، ولی اینجوری من 10 بیتم با اون زیر میتونم بخونم. چرا؟ فشار نداره. الان که اکو هست یه خود نزدیک بگیر، فشار نیار. قشنگ به صورت من نگاه میکنین. زهرانان oğlum sana çok iftihar eyler, çok iftihar eyler. Kanın akar İslam'ın bağın bahar eyler, bağın bahar eyler. Her il Muharrem şeyler sokağa zar eyler, sokağa zar eyler. حالا اینجا ما زیر میخونیم، امکان داره خب بعضیا یه بیت خوندن یه سطر دیدن صداشون خسته شد، خب چیکار کنن؟ نترسونن خودشونو. یعنی ترس تو خوندن خیلی موثر میشه، یعنی حنجره خسته میشه، آدم 2 صدا 3 صدا میخونه. عنایت کنید. زهرانان oğlum sana çok iftihar eyler, çok iftihar eyler. بذار 2 تا سینه بزنم. قبرنده برسان انشالله. احسن. کربلاده برسان انشالله. بذار 2 تا بزنم. قشنگ استراحت کردی دوباره. چون اگر بیای بم سینه زنا ناراحت میشن، یعنی هنوز نتونستن اون کام دلشون رو بگیرن خوب سینه بزنن. حالا من دنباله اینو میخونم که عزیزان شاید بتونم بنویسن. حالا زهران اتی حالتون قدی کمان عباس، قدی کمان عباس. حالا 2 تا اینجوری زدن خستن، میخوام استراحت بدیم. ما میتونیم همین درآمد رو بخونیم یا گوشه اوجو، 2 تاش هم میخونم. درآمد همینه. Bu barada incitme çok, bu yarelerden incime. Dincel ağa dincel. Mesela görsün sine vuranlar şiddetine sine vuruyor. Ağa dincel. این شد چی؟ درآمد. حالا گوشه اوج. Bu yarelerden incime, hoştur yolun oğlum. Gerçi düşübdi zulmüle sağu solun oğlum. Hane-i İslam'a sütun oldu golun oğlum, oldu golun oğlum. Ya Ali dediler, kattılar üstə. Sinə qutardım. O sefer dərz elədim. Bir dənə eynən istiyor ki, mərsi yox. Mərsiyə bəd az sinə.
کجا رفت؟ دشتستانی. تو دشتستانی میتونیم قشنگ بخونیم فارسی یا ترکی هم، یعنی دوتاش هم فرق نمیکنه، فارسی ترکی تو دشتستانی رو پیدا کنیم. ببین اول دشتی رو پیدا کنیم، این خیلی مهمه. به من خیلی ها زنگ میزنن میگن آقا شما نوشتیم ماهور، یعنی ماهور چیه؟ اینم ضبط کن آقایه، اینم ضبط بشه بهتره. یا مثلا سگا. حالا اگر تلفنی باشه نمیتونم، ولی با هم اگر حضوری باشه من میگم آقا قرآن وقتی که آدم میخواد بره بخونه اول باید اون حرکه ها رو یاد بگیره، ا ا او ان ان اون اینا رو، بعداً مخرج حروف رو بشناسه. ما 4 تا ز داریم، چجوری ادا میشه؟ ز زنبوری، دال زال، ذالک، اینا انزلنا ذالک. یا مثلا ذات زین، ذات ظالمین، من الظالمین. یا ذات زین نماز، غیر المغضوب. اینا رو باید بشناسه، مخرج حروف رو باید بشناسه. در مقابل آقای نوریان من جسارت میکنم، چون من قرآن حرفم فقط این برای آواز مداحی. این تموم شد. اعراب، مخرج حروف، میره کجا؟ تجوید. وقتی که آدم علم تجوید و فرا گرفت قرآنش صحیحه، یعنی روحانی قرآن رو عین عرب میخونه، ترک باشه، فارس باشه، لور باشه، کرد باشه، عین عرب میخونه وقتی که علم تجوید رو داره. علم تجوید ما هم همین دستگاه شناختن همین ردیف هاست. اینا رو باید بدونیم. خب مثلا یکی میگه آقا من صلوات رو ادغام میکنم. وقتی که میگه ادغام یعنی چی میمونه؟ خب استاد باید اینو تشریح کنه، باز کنه. آقا در قرآن ما یرملون که داریم، ی ر میم لام واو نون، 6 تا، 3 تا تنوین داریم، ان ان اون. چون صدای نون میدن اینم جزء یرملون حساب میشه. پس از اول قرآن تا آخر قرآن، حالا من اینجوری میگم، اینا وقتی که با هم روبرو میشه، مواجه هم میشه، اینو باید به هم بزنی، یه تشدید در بیاری، بهش میگن ادغام. حالا ادغام ملغونه داریم، بلاغونه داریم، ادغامی که خیشوم دخالت میکنه. مثلا اللهم صل علی محمد و محمد و من ربهم. خب حالا دیگه این شاگرد فهمید که بله ادغام یعنی چی میشه تا ادغام به وجود میاد. دستگاه همینجوریه. شما عزیزان بیاین کلاس، یا الحمدلله آقای نوریان یه ضبط میکنه، نگاه کنیم ببینین که ما اول اصلا دشتی چجوری شروع میشه. وقتی که شروع کردن درآمد، پرده هاشو فهمیدی، اون وقت دیگه راحته برای شما مایه دشتی خوندن. هر شعری که اصلا دشتی نیست، اصلا در یه آهنگ دیگه نوشته شده، شما میتونی تو دشتی بخونی راحت، شما میتونی تو ماهور بخونی راحت، میتونی تو افشاری بخونی راحت، بیات ترک بخونی خیلی راحت. یعنی فرمان دیگه دست شماست. فارسی دشتی رو من تموم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. چیستم من جرعه نوشه، چیستم من جرعه نوشه، ساغر قالوا بلایم، زاده ام البنین و نور چشم مرتضایم. چیستم من جرعه نوشه، الان درست شد. چیستم من جرعه نوشه، ساغر قالوا بلایم، زاده ام البنین و نور چشم مرتضایم. من فدای راه دینم، شاهدینم را معینم. من فدای راه دین، شاهدینم را معین.
میبینیم. ببین من میخوام از شما جواب بگیرم با تمام وجود. این یکی از فنون مداح اینه، مداح یه جوری برسونه از اون مردم جواب بگیره. چون شما الان مداحین میدونین تو دسته محرمیات رو نمیدونن، اینو باید برسونین. حالا گوشه عضو ببین، از ولادت تا شهادت شرز شیر بیشه خونین دشت کربلایم، مادرم باشد کنیز فاطمه ام الائمه، من بلا گردان نور دیده خیر نسایم، من بلا گردان نور دیده خیر نسایم، من فدای راه دینم شاه دینم را مایی. همه بگم من فدای راه دینم شاه دینم را مایی. گر حسین ابن علی فلک نجات شیعیان است، من در این کشتی به دریای هدایت ناخدایم. یا زهرا گر حسین ابن علی فلک نجات شاهیان است، گر حسین ابن علی فلک نجات شیعیان است. دیدی من خودم اشتباه کردم. خب آدم اشتباه میکنه دیگه، نباید خودشو گم کنه. وای چرا اینجوری شد، برنامه خراب شد. باشه آقا دوباره بخون تصحیح کن. چون اگر خودت به خودت بگی که من خراب کردم، یه ترسی یه استرسی بدی، 50% صدات گرفته میشه، افت میکنه. حالا این زیربند میخوام بخونم. روز عاشورا به پاس حرمت آل پیامبر، روز عاشورا به پاس حرمت آل پیامبر، کرده نور چشم زهرا پاسدار خیمه هایم. یا زهرا بم هرچه هستم عاشق روی حسینم. دست نگه دارید هرچه هستم عاشق روی حسینم. ساقی لب تشنگانم چشمه آب بقایم. ببین همون انتهای جوشی هست، من دارم مرثیه میخونم. دست دادم تا که دست از دامن او بر ندارم. خیلی باید مداح این جمله ها رو کلمه ها رو واضح بخونه، یعنی همه بفهمن این چی گفت. چشم دادم تا نیفتد چشم بر خصم دغایم. هر حاجتی که داری در نظر بیار، خوشم دلی که در او باشد آرزوی ابوالفضل. همین آیه منصوری جوان ماشاءالله تو این مایه هم دشتیه دیگه. خوشم دلی که در او باشد آرزوی ابوالفضل، خوشان کسی که تمایل کند به سوی ابوالفضل. از در سرشک مرا ای خدای عالم و آدم، ذخیره کن به قیامت به آبروی ابوالفضل. همه بگید یا
یاسر یاسر به به فیضمو گرفتم. اینا همه رو خونده بودیم هفته گذشته. فقط این جوشی دشتی، البته اینا الگوی ما، همه برنامه ها رو میتونیم در دشتی بیاریم. هر کتاب هر چقدر نوع اینا نوشته شده ما میتونیم. شما هم نتونستیم بدیم من بیارم برای دشتی. آدم هر چقدر وارد باشه مسلط باشه میتونه.